م، سلام خدمت همه بچه‌های عزیز. در خدمتتون هستیم با یه اپیزود دیگه. حالا بنا به تصمیمی که با امید گرفتیم قرار شد که در واقع هر هفته یکیمون هاست باشه و از بچه‌های دیگه استفاده کنیم که نظرهای مختلف رو بشنویم و از نظرات همه بچه‌ها استفاده کنیم. حالا این سری زحمتش گردن امران عزیز افتاده. امران عزیز با ماست. حالا ما سعی میکنیم که راجع به بازی صحبت کنیم و بیشتر هم امران صحبت کنه و نظراتش رو راجع به واژه جدید آی تنهاگ در واقع بشنویم و ببینیم که از نظرش بازی چجوری بوده. خب سلام امران، اگه سلام علیک چیزی داری ما در خدمت. خدمت تمام بچه‌های کانال در خدمتتون هست. امران نظرت چیه راجع به بازی به طور کلی؟ بازی چجوری دیدی و حالا تحلیل فنی اگر داری ممنون میشم که داشته باشیم. بازی فکر کنم 5 دقیقه از طرف منچستری اگه نگاه کنی بازی رو 5 دقیقه اولش به نظرم خوب بود دیگه. منچستر حمله کرد، یکم بازی دستش بود. بعد از اون 5 دقیقه بعد یک گل خوردیم که خب بازم همون چیزی بود که تو فصلهای قبلم دیده بودیم، یعنی تو 2 فصل قبلی که مثلا تنهاخ بود این اتفاق خیلی شایع بود که فضای بسیار زیادی رو مثلا به حریف میدن و خب مثلا میبینی که یه بار مثلا دارن حمله میکنن بعد توپو که از دست میدن، فضای پشت سر مثلا کاسمیرو بین مدافعین و هافبک خالیه دیگه. معمولا اینجوری بوده فصلهای قبل، اینجور بود که حتی خیلی از کارشناسای مثل خارجی هم این اعتقاد داشتن که این فضای بسیار زیاد خب خیلی مشکل سازه. حالا بستگی به تیمش داشت و مهاجماش، مثلا بعضی بازی‌ها که مهاجمای خوبی نداشتن خب منچستر کمتر ضربه به چارچوبش میرفت یا مثلا اونانا مهار میکرد. الان هم که مثلا حالا جلوی تیمای بزرگی مثل لیورپول که مثلا مهاجما و مثلا وینگرای خیلی خوبی دارن، این خب خیلی اتفاق بدی میفته. مثلا امروز دیگه 3 تا گل خوردیم، یعنی 4 تا خوردیم دیگه، یه دونش آفساید شد. باز هر 4 تا گل دیگه اثر همون کاسمیرو توش بود دیگه. بعد گل حالا چهارم که مثلا ماینو بود، باز اونم توپو از دست داد وسط بازی. اینو بیشتر نمیشه همش تقصیر تنهاخ باشه، ولی خب اینجوریه که دیگه تاکتیک خیلی مهمه و به نظرم آرن اسلات شکست داد دیگه از لحاظ تاکتیکی هر 3 تا مربی منچستر رو. چیزی که راجع به بازی تیم اسلات خیلی برای من عجیب بود امران، این مشارکت عجیب و غریب مهاجمات تو دفاعش بود. یعنی همه تیم با هم دفاع میکردن و همه تیم با هم حمله میکردن به طرز عجیبی. دفاع خوب بودن. گراونبرگ هم تو بازی قبلی اصلا من ندیدم جلو بیاد. ما تو اپیزود قبلی هم با سوپان صحبت کردیم، اصلا گراونبرگ جلو نمی اومد، یعنی حتی نفر آخر بود همیشه، ولی این بازی همش بالا بازی میکرد و واقعا اذیتمون کرد. سر همون گلی که آفساید شدم نفوذ گراونبرگ بود که در واقع پاس رسون به دیاز و از اون ور پاس برای مهاجمشون. نظر راجع به مونت چیه؟ نبود مونت چه تأثیری تو بازی گذاشت به نظر؟ واقعا مونت که به نظرم خیلی تاثیر زیادی گذاشت، چون مثل بازی قبلی 2 تا بازی قبلی تیم خیلی خوب از بالا پرس میکرد، حتی دروازه‌بان حریف هم پرس میکردن. یعنی قشنگ مثلا میدیدی که همه بازیکن‌ها دیگه پرس میکردن. اما این بازی وقت مونت نبود زیرتیزی زیاد مثلا پرس نمیکرد. حتی مثلا بعضی از زمانهای بازی تو میدیدی که قبل از مثلا پشت سر برونو بازی میکنه، یعنی فضاش اینجوری بود. بعد خود زیرتیزی هم اصلا بازی خوبی نداشت، یعنی چند تا پاس بهش دادم، پاسای اشتباه زیادی داد هم. آره موقعیت هم زیاد سوزوند، یعنی اون مهاجم نوک کلاسیک هم نبود. اون بازی سازی که تو پروفایل زیرتیزی زیاد میگفتن، همیشه میگفتن، حالا قبل از اینکه بیاد اون زمان که میلان هم میخواستش و بعد که منچستر وارد شد گفتن که زیرتیزی یک مهاجم کلاسیک مثل حالا خیلی از مهاجمای دیگه نیست و بازی سازی مثلا شریک میشه. تو بازی سازی هم مثلا ما چیزی ندیدیم ازش.
خیلی ضعیف بود واقعا. تو هر دو تا زمینه به نظرم خیلی خوب کار نکرد که حداقل تو بازی سازی باید به نظرم خیلی بهتر کار میکرد چون پروفایلش این نمیگفت. ولی بازی بزرگی هم بود به نظرم، اولین بازی فیکسش بود، یکم به نظرم اون استیج بزرگی بود واسه اون هم واسه مثلا کلیر که بعداً به جای کاسمیرو اومد. واقعا میدیدی که این دوتا بازیکن تحت فشار اون فضا هستن. دقیقاً براشون تجربه اول بود و ما توی اپیزود قبلی هم صحبت کردیم خیلی مهمه که بازیکن تجربه این بازی رو داشته باشه و بتونه اون فشار و اون حجمه رو تحمل کنه. ببین در مورد زیرکزی و کاسمیرو که من ممکنه هر لحظه از مدار افت خارج شم و هرچی از درنم در میاد و بگم. نظرم اگه همین الان اگه وسط بازی بود اینجوری بود که اشوارز پام شد میرفت مثلا کاسمیرو رو با یه گونی برنج عوض می‌کرد. واقعا اصلا من نمیدونم، واقعا مشتری نداشت دیگه، یعنی تمام اون پیشنهادات عربستان که قرار بیادم که نیومد و عملا بدون مشتری بود و الان داریم میبینیم که چرا بدون مشتری بود. یه عربستانی ها هم مثل سال اول دومشون خیلی هزینه نمیکنن بابت بازیکن بونجل و الان سراغ اوسیمن رو نمیدونم در واقع ایوان تونی و بازیکن‌های بزرگ میرن. به طور کلی حالا در ادامه به نظرت اینه که فصل چجوری برای منچستر قرار ادامه پیدا کنه؟ تنهاگ میمونه نمیمونه یا اصلا این تیم قراره برگرده، قرار نیست برگرده؟ نظرتو بهم بگو. تنهاق معمولا همیشه یه مینی بحران داشته، بعد از مینی بحران خوب کار میکنه، بعد دوباره توی یه مینی بحران میره و همینجوری این چرخه ادامه پیدا میکنه. ولی این فصل فرقش با فصل قبلی اینه که دیگه از اون حالا صبر مدیران و اینا خبری نیست. شاید مثلا اون درخت کریسمس هم نبینه، احتمالش هست اگه با این سبک بازی هم جلو بره. چون ببینید نتیجه یک چیزه، اون سبک بازی که تیم ارائه میده و اون آره مدیرا حالا شاید مثلا واسه اون نتایج صبر بکنن، ولی سبک بازی که تیم ارائه میده خیلی به نظرم مهمه واسه هم اشورد هم ویلکاکس. این سبک بازی که ارائه میده منچستر اصلا چیزی نیست که هم ما تو تنها خود تو مثلا آژاکس دیدیم بازیاشو، چیزی نیست که 3 سال حالا صبر کردیم. یعنی الان باید نتیجهشو ببینیم دیگه، الان باید تیم نتیجه اون 3 سال رو ببینه و حالا اون سبکی که تنهاخ میخواد و پیاده بکنه. ولی خب بعد از 3 سال ما هیچی نمیبینیم، همون حالا حجم عجیبی که وسط بازی میبینید، هافبک فاصلش با دفاع زیاده. حالا مثل دوستمون که حالا ویدیو قبلی گفت صبحان این گرامونبرگ هم نمیومد جلو، ولی بازم میبینی که حالا هافبکایی که رجیستا هستن وای میسن یه جا، بازم میبینی که میان جلو چون استفاده میکنه از این فضایی که در اختیارشون قرار میگیره. ولی من سبک منچستر رو من نمیپسندم، یعنی حال چیزی یعنی نمیبینیم که سبک استایل آف پلی نمیبینیم ما اینجوری که منچستر ما نمیدونیم قراره چه بازی ارائه بده. به نظرت تنها تا کی قراره این فالس ناین رو ادامه بده؟ یعنی اصلا قصدش اینه که این پس اینجوری بازی کنه؟ به نظرم اینجوری قرار نیست بازی کنه تا هویلان برگرده. هویلان هم بازیکنیه که به نظرم نسبت به زیرکزی پرس بیشتری انجام میده، حالا مدافع حریف رو بیشتر پرس میکنه، دروازه‌بان حریف رو بیشتر پرس میکنه. به نظرم اون منتظر این که هویلان برگرده و اون پرسه که مثلا با مونت هم ادامه میداد اونو ادامه بده. ولی خب ببینید جواب میگیره یا نه. سر گل اولی که مثلا لیورپول هم زد همون اشتباهی رو کردن که سر بازی مثلا برایتون کردن. میبین دو تا بازیکن مثلا هم سوبوسلای هم دیاز خالی بود. مدافعی پیششون نیست دیگه، با خیال راحت طرف میتونه هر کاری که دلش میخواد بکنه. بعدم منچستر الان تو چند بازی اخیر تو میبینی که مثلا خیلی مستقیم بازی میکنه. خب وقتی که مثلا تو مستقیم بازی میکنی سبکت اینه که اشکال نداره، سبک بازی مستقیم هم خیلی سبک بازی خوبه، ولی اگه بلد باشی میبینی که مثلا
مهاجمای منچستر هر موقع توپو از دست میدن تو بازی مستقیم، پاسای بسیار ریسکی میدن به هم دیگه. حالا مثلا همین امروز بازی چلسی رو میدیدیم با کریستال پالاس، هماهنگی بین مادوکه و مثلا پالمر خیلی خوب بود، ولی الان مثلا تو بین گارناچو و زیرکزی یا بین زیرکزی و مثلا راشفورد هیچ هماهنگی نیست اصلا. اینا هر دنیای متفاوتن از هم دیگه. دقیقاً. این چیزی که من گفتم بابت فالس ناین و حالا رد می‌کنی نظر منو، بابت اینه که 3 تا بازی آخر فصل قبلم با همین سبک بازی کرد، با وجود هویلونی که بود و نیمکت نشینش کرد، با همین سبک بازی کرد. من از این جهت پرسیدم و حس کردم که قرار این فوتبال رو ببینیم در ادامه از تنهاگ، از این جهت پرسیدم. ولی خب تو نظرت با من یه مقدار متفاوته. به نظرم زیاد خوب نبوده، به جز حالا همون بازی جلوش چی که مثلا خیلی خوب کار کردن، ولی بقیه بازی هم زیاد جواب نداده این فالس ناین. حداقل ببینیم مثلا فالس ناین وقتی بازی میکنه اون بازیکنایی که اون جلو هستن باید از اون تک موقعیت خیلی خوب استفاده کنن یا پرس خیلی خوبی انجام بدن. دقیقاً. خیلی مهمه. حالا تو بازی قبل مثل تو بازی برایتون مثلا پرس خیلی خوبی انجام میدادن ولی مثلا اون موقعیت رو از دست میدادن. کاری که برونو تو بازی اول نکرد دیگه، 2 تا موقعیت خیلی خوب داشت و گل نکرد. بازی با فولام این داشت این سبکه جواب میداد، ولی وقتی برونو اونجا 2 تا گل نزد دیگه بازی سخت شد برای ما و کار به دقیقه 88 و گل زیرکزی کشید. من به نظرم حالا اینم امکانش هست چون که مثلا بازیکنای لیورپول خیلی بازیکنای خوبی هستن تو پا به توپ بودن، شاید مثلا از این سبک فاصله گرفت یا یه تاکتیک جدید امتحان کرد، ولی به نظرم جواب نداد این تاکتیکش هم. ولی از اون مثلا دیدیم که موقعی که لیورپول صاحب توپ میشد یا توپو میگرفت از بازیکنای منچستر، سریع تو حمله بود، همیشه یه موقعیت جدید مثلا درست میکردن تو فاز از دفاع به حمله. واقعا ما رو تو باکسمون تو قوطی کرده بودن، به معنای واقعی کلمه ما تو قوطی بازی میکرد. پرسی که روی دروازه‌بان و دفاع داشتن عمدتاً هم باعث اشتباه میشد، یعنی حتی اونانا هم رو پاسای بلندش اشتباه میکرد، کاری که واقعا بلد انجام بده. مثلا پاس مینداخت بالا سر دالوت نمیتونست بگیره یا پاس میرفت بیرون. این پرسه داشت جواب میداد و لیورپول به نظرم خیلی خوب بازی کرد و امیدوارم که فیفاده سختی که تنهاگ داره بتونه سپری کنه و بعدش حالا بازی آسونه. فکر میکنم با ساوثهامپتون بازی داریم، فکر میکنم حالا بتونه با بردن اون بازی حداقل یکم از رو فشارش کم بشه، ولی قطعا فیفاده سختی داره، این تایم قرار فشار زیادی روش باشه. احتمالا فشار زیادی روش خواهد بود از طرف رسانه‌ها، ولی بحث من اینه که مثلا خیلی از بازیکن‌ها رو دیر کنار میذاره. یعنی تاکتیکی که امروز آورده بود مثلا این که دیالو چپ باشه به نظرم خیلی بهتر بود از راشفورد، یا مثلا اگه به جای راشفورد دیالو بازی میکرد به نظرم خیلی تاکتیکی بهتری بود. تا اینکه مثلا این اصرارش به راشفورد من اصلا درک نمیکنم، یعنی همیشه اصرار میکنه به راشفورد. درسته بازیکنی که بالای 300,000 پوند تو هفته میگیره ولی خب باید از یه جا بعد کنارش بذاری، چون ولی امید داره که برگرده دیگه. دقیقاً خب ببین از طرف باشگاه هم این فشاره هست چون بازیکنی که از تاپ ارنرای تیمه. از اون طرف مثلا امیدم داره که برگرده، اون فصل اولی که تنها اومد واقعا خوب کار کرد. آره معمولا راشفورد سیستمش هم اینجوری بوده دیگه، اون زمانی که سال پایانی قراردادش میشه خیلی خوب بازی میکنه، یه قرارداد خوب میگیره، بعد 2 سال هیچ خبری ازش نیست، بعد سال آخرش دوباره همین چرخه دیگه ادامه پیدا میکنه. ما هم دیدیم دیگه تو این چند ساله همینجوری بوده، ولی خب به نظرم دیگه فایده نداره. همون پاریس اگه بیاد براش به نظرم بدن بره دیگه، زیاد اصرار نکنه. عملی بکنه الان جان که دیگه خیلی وقت بچه‌ها رو نگید دیگه به نظرم بعد از فیفا دی لوکشاو
و مثلا هویلون اینا هم برگردن، به نظرم تیم یک ثبات بهتری خواهد داشت و به نظرم اگه تنهاخ از این بحران بیرون بیاد، این که نره دوباره تو بحران خیلی نکته مهمیه. از اون طرف عنوان سوال آخر بپرسم، اگر شا برگرده با فرض برای اینکه شا فیکس میشه، ترجیحت برای دفاع راست دالوت یا مزروی؟ این از این سوالای سخت بود. به نظرم مزروی خیلی خوب بازی کرده، یعنی تو این سه بازی که تنهاخ داشته، هر سه تا بازی بهترین بازیکن به نظرم مزروی بوده. از اون طرف دالو هم پست تخصصیش مثلا راست بوده و زیاد جلو بازی میکنه. این انتخاب خیلی سخته، چون تو بقیه پست زیاد شما انتخاب سختی نداری، مثلا مطمئنی که یه دلیخت رو بذاری با مثلا مارتینز، یا اونانا رو بذاری، یا مثلا از اون طرف مثلا حالا هویلون رو بذاری. به نظرم هویلون خیلی جواب بهتری میده نسبت به زیرکسی زیاد حالا هنوز به نظرم آداپت نشده با اون سیستم بازی های مثل لیگ برتر، زیاد به نظرم آپدیت نشده. معمولا بازیکنایی که از ایتالیا میان همینجوری هستن. پوگبا همون اوایل همینجوری بود، بعد یک کم بیشتر جا افتاد. نظر آب و هوای سختی داره انگلیس، سخت باش مت شد. آره، اون خیلی از بازیکنایی که میان مثلا اعتقادشون اینه که لیگ جزیره اون فشارش زیادتر از اون چیزی که فکر میکردن. حتی بازیکن بزرگی حتی مثلا میبینیم که لوکاکو مثلا میاد تو منچستر، فشار روشه، میره مثلا اینتر، اون فشاره ازش برداشته میشه، بعد دوباره برمیگرده چلسی، بعد دوباره اون فشاره هست روش. یعنی میبینیم بعد دوباره برمیگرده مثلا روم و این طرف مثلا ناپولی. الان دیدیم تو دیشب هم مثلا گل زد لوکاکو، ولی تو چلسی مثلا اصلا تیم نبود، اینجوری بود، اصلا انتخاب مثلا پوچتینو نبود. این اختلاف هست. به نظرم اگه اوگارته هم برگرده که دیگه انتخاب اول تنها خود اوگارته باشه، ولی به نظرم اوگارته هم مشکل منچستر رو حل نمیکنه. یعنی به نظرم، یعنی چیزی که من از تحلیلایی که دیده بودم این هم نظریم راجع به این موضوع که اوگارته هم خیلی دردی از ما دوا نخواهد کرد، برخلاف امید که خیلی دوست داره اوگارته رو، ولی من خیلی بهش امیدی هم ندارم. اوگارته به نظرم نسبت به کاسمیرو خیلی بهتر خواهد بود، ولی اون مشکلی که منچستر داره اونو حل نمیکنه. به نظرم اگه تو این تایمی که هست برن مثلا ربیو رو بخرن، ربیو خود انتخاب تنها هم بود تو 2 فصل پیش، من ربیو بودم آزاده. به نظرم اون هافبک کنترلگرایی که وسط زمین باشه به نظر بیشتر نیازه، اون بازی رو از اون فشاری که هست. معمولا دقایق آخر که منچستر مثلا جلو میفته دیدیم که مثلا منچستر نمیدونه چیکار بکنه، هافبک کنترلگرایی نداره. مینو رو میبینی، مینو بازیکنی که زیاد رو به جلو میره ولی حفظ توپ خارق‌العاده‌ای نداره. به نظرم اگه ربیو رو بیارن تو این تایمی که هست خیلی بهتر خواهد بود. این موضوع خیلی هم نظریم. به نظرم ربیو خیلی گزینه خوبیه. در مورد جایگزین کاسمیرو که قطعا اوگارته است، من اینجا بحث رو تمام میکنم با این موضوع که من محسن ربیخواه رو هم به کاسمیرو ترجیح میدم. این در شرایط فعلی هر کسی از کاسمیرو بهتر، هر کسی. شما خودت پیش اگه میتونی بازی کنید چیتش و کار در بیاره. دقیقاً کاسمیرو، یعنی من همین الان مثلا با یه گونی برنج هم تریدش میکنم. خیلی خوشحال شدیم نوران جان. امیدوارم که در ادامه تیم برگرده، ما یه شرایط بهتر با یه روحیه بهتر، مثلا با یه کامبک بعد از مثلا استون ویلای بیایم با هم صحبت کنیم، یه ذره انرژی داشته باشیم که بتونیم انرژی رو هم منتقل کنیم. در حالت برای بخوای بحث رو تموم کنی، اگه بخوای یه خدافظی چیزی با بچه‌ها داشته باشیم، ما در خدمتیم. ممنون از شما که این وقت رو در اختیار من گذاشتید و بچه‌ای که گوش دادن. لطف شماست. خیلی ممنون از بچه‌های عزیز که حالا بازم ما رو دیدین. میدونم یه ذره توی این شرایطی که تیم باخته، هم ضبط کردن اپیزود برای ما سخته، هم گوش کردنش برای شما، ولی خب ما طبق قولی که به شما دادیم قراره که یه سیستم رگولاری داشته باشیم و هر هفته
در واقع بازی‌ها رو بررسی کنیم. یه سری آیتمایی هم مثل حالا اپیزودهای قبلی که براتون گذاشتیم، یه سری حالا بازی خاص یا اتفاقات خاصی هم اگر بیفته اپیزودها در خدمتتون هستیم. امیدوارم که حالا دوست داشته باشین و براتون جذاب باشه. خیلی هم سعی می‌کنیم که وقتتون رو نگیریم و یه اپیزودهای 20 دقیقه‌ای و حالا 25 دقیقه‌ای کار جمع بشه. خیلی ممنونم از اینکه ما رو نگاه می‌کنید. شبتون بخیر. خدا نگهدار.